بچه‌ها چطورین؟ خوش اومدین به ویدیو. لایک کامنت سابسکرایب این ویدیو فراموش نکنید. یه چنل تو یوتیوب، یه چنل تو آپارات، هر دو تاشو لطفاً لایک کامنت سابسکرایب کنید. بعد اسم این بازی اسپورت سواره و توضیحاتش هم که دوست عزیز ما میگه. خب سلام بچه‌ها چطورین؟ حتما ویدیو لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید رو آن. این بازی اسپورت سوار بازی ماشینی هستش که شما داخل این بازی میتونید از گوشی استفاده کنید و میتونید به کسی زنگ بزنید داخل بازی و کار دیگه میتونید انجام. این بازی یه بازی که شما میتونید هم چند نفره از من به محمد زنگ بزنم، هم چند نفره از راه دور، هم چند نفره از نزدیک. محمد سلام، بیا اینجا. بریم. میتونید به دو روش بازی کنید، از راه با دوستان که همون که با بازی میکنیم و رفتی؟ یه مدل دیگه از راه دور. بیا جلو. باشه. این بازیه که 1 میلیون نفر این بازی رو نصب کردن. حجمش 249 مگابایته که شما میتونید داخل این بازی کار کنید با پارکینگ ماشین، درگ انجام بدین. این چند تا کار رو انجام بدین که حتی دیوار داخلش میتونید شما داخل نسخه بعدی این بازی که میاد میتونید انجام بدین. و اینجا میتونید اینو که بخرید میتونید رنگ ماشین رو داخل بازی عوض کنید. اجازه اومد دیگه بس. میتونید داخل این بازی حتی میتونید بگم ماشین رنگ چراغ اینجا نگاه این چراغ بدیم دیگه از این دستی بهتر. بیا میتونید حتی درگ بندازید با ماشینای مختلف. بیا من با تو درگ میندازم. حالت دنده‌ای داره، حالت اتومات، چند تا حالت مختلف داره این بازی. پراید اتومات دیده بودین؟ این بازی بنزین، آمپر برای جوش آوردن ماشین اینا رو داره. اینو بزنید رو قفل فرمون، اینا رو فرمون، دکمه قفل فرمون و چند تا گزینه دیگه یا به شما میده که شما میتونید ازش استفاده کنید. اسم من خیلی باحالیه. یعنی من به هر کسی که گفتم، یعنی گفتش نه بازی مسخره یا ما دوست داریم بازی ماشینی و اینا، بعد از اینکه این بازی رو نصب کردن گفتم واقعا این بازی خیلی خوبی و خفنیه. واقعا عجب بازی بود معرفی کردی. یه لحظه امیرعلی تمام شد؟ آها میگم که چند تا حالت داره به نام حالت دریفت و دریفت شبیه ساز. شبیه ساز میشه همین حالتی مونده این بازی. آره دریفت هم میشه که دیگه قشنگ راحت میتونی دریفت بکشی. اینقدر هم حال میده. الان دو جاده چالوسیم و آهنگ محسن لرستانی داریم 120 تا چند تا دارم میرم 70 تا دارم پر میکنم با پرای